سلام، خوش اومدی به مدیتیشن امشب. اگه این روزا احساس میکنی از زندگی عقب افتادی، اگر مدام خودتو با دیگران مقایسه میکنی، اگه منتظر اتفاقی هستی که هنوز نرسیده، این مدیتیشن برای توه. گوشیتو سایلنت کن، جایی رو انتخاب کن تا چند دقیقه کسی مزاحمت نشه و حالا به آرومی دراز بکش یا در حالتی که احساس آرامش بیشتری داری بشین. یک نفس عمیق بکش دم و با بازدم به آرومی چشماتو ببند. دوباره یک نفس عمیق و با هر بازدم احساس کن بدنت کمی بیشتر رها میشه. یک بار دیگه دم و بازدم. امروز به پایان رسیده و تا چند دقیقه هیچ تصمیمی لازم نیست بگیری. هیچ جوابی لازم نیست پیدا کنی. فقط اجازه بده این چند دقیقه برای خودت باشه. حالا توجه تو به نفست بیار. هوایی که وارد بدنت میشه و دوباره آروم خارج میشه. لازم نیست چیزی رو تغییر بدی. فقط نفس بکش و تمرکز تو روی نفسات بذار. اگر ذهنت دوباره رفت سراغ آینده، هیچ اشکالی نداره. با مهربانی تمام آگاه شو و دوباره به همین لحظه برگرد و تمرکزتو روی نفسات بذار. گاهی فکر میکنیم باید تا الان به جای خاصی رسیده باشیم. شاید انتظار داشتیم تا امروز عشق رو پیدا کرده باشیم. شغل دلخواهمون رو داشته باشیم. درآمد بیشتری داشته باشیم. یا بالاخره جواب سوال‌هایی رو حداقل گرفته باشیم. اما زندگی همیشه با تقویم ما جلو نمیره و این به معنی اشتباه بودن مسیر تو نیست.
حالا تصور کن تمام نگرانی هایی که درباره آینده داری داخل یک قایق کوچک روی آب قرار میگیره. نیازی نیست قایق رو هل بدی. نیازی نیست مسیرش رو کنترل کنی. فقط ببین که آروم روی آب حرکت میکنه و دور و دورتر میشه. نفساتو احساس کن و با هر بازدم حس کن کمی از فشاری که روی شونه هات بوده داره کمتر میشه و توی سکوت توی ذهن خودت این جمله ها رو با خودت تکرار کن. قرار نیست امشب جواب همه سوال هامو بدونم. میتونم به مسیر زندگیم اعتماد کنم. من لازم نیست همه چیز رو کنترل کنم. چند لحظه یا با این حرفا با خودت خلوت کن. گاهی مهمترین اتفاقای زندگی توی سکوت رشد میکنن. مثل بذری که زیر خاکه. تو هنوز چیزی نمیبینی اما زندگی بی صدا در حال شکل گرفتنه. شاید درون تو هم الان اتفاقهایی در حال رخ دادنه که هنوز قابل دیدن نیستن و این کاملا طبیعیه. حالا دوباره به نفست برگرد. دم و بازدم. شونه هات رو رها کن. فکت رو آزاد کن. قلبت رو از عجله کردن خالی کن. امشب لازم نیست به جایی برسی. لازم نیست کسی رو ثابت کنی. لازم نیست سرعتت مثل بقیه باشه. مسیر تو فقط متعلق به خودته و لازم نیست شبیه هیچ کس دیگه‌ای باشه. فقط قدم بعدی وقتی زمانش برسه خودش رو بهت نشون میده و برای امشب تنها قدمی که لازم داری
این مدیتیشن و استراحته. حالا 3 تا نفس عمیق رو با هم دیگه قراره بکشیم. دم و بازدم. دوباره دم و بازدم. آخرین نفس عمیق دم و بازدم. اگر آماده ای به آرومی چشماتو باز کن. امیدوارم امشب با قلبی آرومتر و اعتماد بیشتری به مسیر زندگیت به استراحت کردن ادامه بدی. قبل از اینکه این مدیتیشن تموم بشه فقط اینو یادت باشه تا دیر نکردی. زندگی مسابقه نیست و یادت نره آرامش جایی بیرون از تو نیست، همیشه درون توه. تا مدیتیشن بعدی مراقب خودت باش. همینجا تو همین کانال میبینمت.